سلام علیکم برادران مومین. امی فرزندی ماهای 6 سال می شود که با بیماری ستون مورا گرفتار است. دست و پاش ساز کار نمیکنه. با گفته دکترا حرام مغزی گردنش استخوان جقیدگی است. یک بار جراحی کردیم برای بهتر شد. نشید. برای بهتر شدنش در خارجی ها بار دیگر باید جراحی کنیم. $10,000 گفتگیان، اما شرایط نداریم. دستگیری میکردین اکا جان. التماس رحم کنیم به این فرزندی ما. السلام علیکم برادران عزیز، خواهران مهربان و تماشاگران گرامی. با شما هستم کریموف عمر. دوستان عزیز، از همه شما احترامانه خواهش نوار را تا آخر با دقت تماشا کنید و دوستان عزیز به خاطر همین نوار ما را دیگران هم دیدن در ویدیو لایک مانید، زیرا لایک شما فقط سبب نشر گردیدن همین نوار ما می شود و خلاص، دیگر یگان فایده بر ما نمی رسد. دوستان عزیز، هر آن چی کار میکنید فقط از برای خدا کنید. امروز ما این برادر را با خواهش زیاد که 2 ماه می شود قریب التماس کردند تا نوارش را در اینترنت گذاریم تا یک مردم کمی هم باشد کمک کنند، زیرا بر کمک خیلی احتیاج دارند. برادری که شما در این حالت اینوالید میبینید، باور کنید برادر این هم آدمی سالم بود، اما متاسفانه با یک سبب کوچک، با یک مصیبت اندک خورد به همین حال گرفتار شد، زیرا خداوند به هر کار قادر و توانا هست. ما باید شکرگزار باشیم که بر جای همین برادر من یا اینکه شما شدنتان ممکن بود، اما امروز خداوند به این برادر این درد را داده است. در خاطر شکرگزاری خداوند که باید ما اینها را دیده شکرگزار باشیم. خداوند تن و صحتی که بر ما داده است، ما با یگان مبلغ با یگان چیز برگردانده نمیتوانیم. دوستان عزیز، گرچنده که این نوار را خودشون نوار کردن و ما فرستادند، من خواستم خاطر کمک بشردوستانه خود را برای همین برادر کنم و از همین سبب از شما هم احترامانه خواهش دارم که نوار را برای دوستان خود برامون گروه هایی که دارید در واتساپ، در اینستاگرام، در تلگرام، میدونم این حال رواج یافته است همین سامانه های اجتماعی گروه ها هستید و همان گروه های خود نشر کنید تا که بینند، شاید یگان کمک، شاید یگان دعای کنند. کسایی که میتوانید خیر، این خیر است. خیر خرد و بزرگ ندارد، اما بزرگترین خیر این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند در حالتی که همون مبلغ بر تو لازم است، در حالتی که همون مبلغ تو را بای میکند، در حالتی که تو میدانی که همین مبلغ را خیر کنی تو کمبغل میشوی، انا همون خیر بزرگترین و بلندترین خیر است که در نزد خداوند قبول می شود. از همین سبب دوستان عزیز، کسایی که میتونید از برای خدا خیر کنید، کسایی که نمیتوانید در حقش دعای خیر کنید، حتما فکری خود را عاید این دعاهای خود در کامنتر نویسید که این برادر میخواند و شاد میشود، زیرا هر یک خواندنی که شما دعا میکنید این آمین میگوید. وقتی آمین که گفت، انشاءالله با سبب همون دعای شما شاید این برادر شفا یابد انشاءالله. خداوند درد را که داده است شفایش را هم میدهد. درد دهنده خدا و شفا دهنده هم خدا هست. دوستان عزیز، رقم ها در روی اکران، رقم های دوشنبستی، رقم های واتساپ، رقم هایی که بتوانید شما آزاد با اینها صحبت کنید. این برادر از مؤمن آباد است، گرچنده که راهی دور است، ما نمیتوانیم به آنجا رفته، اما خواهش این برادر را از برای خدا ما قبول کردیم. خدا نگهبان شما باشد. امیدوارم این مردم ما مردمی هست که هیچ کس را در کوچه نمیگذارد، اما کوشش و خیر خود را نسبت این برادر بکند. دوشنبستی و اینچنین رقم ها برای تماس. خدا نگهبان شما تا نوارهای آینده. صحت و سلامت باشید.